آینه قدیمی چهارچوبش کندکاری شده چهره جوانزنی را نشان میداد که امروز باید خوشبختترین موجود روی زمین می بود. ملکه که نامش به حسنش موافق بود با انگشتان لرزان لبهای خود را رنگ می کرد. در بیرون صدای بلندی کرنه و سرنه طنین‌انداز بود، صدایی که در دهه خردی آنها مژده آغاز حیات نو حساب می شد. اما در دل ملکه در پس آن کرته سفید اطلس و طاق زرین یک ترس ناآیان لانه گذاشته بود. ملکه، دختر جان، تیزتر کن. صدای خاله خاصیت از پشت در شنیده شد. تقدیر تو امروز ورق می گردد. بختیار و عائله او آدمانی با ابرویند. تو باید مثل ملکه وارد آن خانه شوی. ملکه آهی کشید. بختیار، جوانی که باری هم با او تنها صحبت نکرده بود، اما به نظرش مهربان می نمود. ولی چیزی دیگری او را به تشویش می آورد. نگاهی مادری بختیار بیبی خاله. در روز فاتحه وقتی که همه می خندیدند، بیبی خاله به ملکه نه همچون به کلین بلکه همچون به یک چیزی خریده شده نگاه می کرد. نگاه او سرد بود، مثل شمال آخری تیرما که گلهای نوشکفته را پژمرده می کند. وقتی که ملکه را به حوله داماد آوردند، صدای خنده و سرود اوج فلک را می گرفت. بوی دیگهای آش و کباب در هوا می پیچید. دوگانه هایش در گرد او رقص می کردند، ولی ملکه تنها یک چیز را می شنید، تپش دل خود را. نترس، پیچ و راست زد یکی از دوگانه هایش. این خانه کلانترین در دهه است. تو اکنون خانم این حولی می شوی. ملکه زیر چادر تورانه اش به زمین نگاه می کرد. پایهایش در درون کفشهای نو می سوختند. وقتی که او را به نزد بیبی خاله بردند تا تعظیم کلین سلام کند، همه چیز یک بار خاموش شد. صدای سرنایی گویا در مسافه دور ماند. خوش آمدی، کلین، گفت بیبی خاله با آواز درشت و کمی خیری. امیدوارم که دستت سبک است و پایهایت به این خانه برکت می آرند. ولی فراموش نکن، در این حولی تنها یک قانون هست. قانون من. ملکه لرزید. این سخنان نه به تبلیغ بلکه به تهدید شباهت داشتند. بختیار در پهلوی او ایستاده بود، ولی حتی جرأت نکرد که به مادرش نگاه کند. او تنها با سر خم به مهمانان شراب می ریخت. شب فرا رسید. مهمانان پراکنده شدند. صدای خنده ها را خاموشی وزنین شب عوض کرد. ناگهان به تریزه قطره‌های اولین باران زدند. اول آهسته، بعد شدتناک. صدای باران در بالای بام تنوکگی مثل کسی بود که با انگشتانی سرد در خانه را می‌کوبد. ملکه در کنج خانه خواب که با گلیم‌های قیمت‌بها آرو داده شده بود، نشسته بود. لباس عروسی او اکنون برایش مثل زنجیر وزنین می‌نمود. بختیار وارد شد. او کمی مست بود و بوی سیگار می‌داد. خسته شدی؟ پرسید او و در کناری کتی خواب نشست. کمی. پس جواب داد ملکه. مادرم زنی سختگیر است، گفت بختیار. گویا فکری ملکه را خوانده باشد. ولی خواطر نشو. اگر گپش را گوش کنی همه چیز خوب می شود. او تنها می خواهد که در خانه ترتیب باشد. ملکه می خواست بپرسد اگر من نتوانم به معیارهای او جوابگو باشم چی؟ ولی لب گزید. صدای رعد و برق در بیرون گمدراس زد و نوری برق برای ثانیه‌ای خانه را روشن کرد. در آن لحظه ملکه در آینه روبرویش عکس خود را دید و این مثل یک پرنده‌ای در قفس مانده می نمود. هنوز آفتاب نبرآمده صدای ضربه سخت به در ملکه را از خواب کوتاه و پر اضطراب بیدار کرد. خیز، خیز، کلین خواب رفته. صدای بلند بیبی خاله بود. در این خانه آفتاب را در خواب استقبال نمی کنند. حوله را رب، چای را تیار کن. ملکه با شتاب خیست. دستانش می لرزیدند. وی کرته کاری خود را پوشیده به حوله برآمد. هوا سرد بود و باران شب گلوله های لای را به وجود آورده بود. این چیست؟
بیبی خاله در پیشوان ایستاده با ملکه نگاه میکرد. چرا اینقدر سست حرکت میکنی؟ دیروز ملکه بودی، امروز خدمتگار این خانواده ای. فهمیدی؟ ملکه جاروب را به دست گرفت. صدای خشر خشری جاروب در روی زمین نمناک به گوشش مثل گریه‌ای پست می رسید. وی به دستهای نازک خود نگاه کرد که الکای از سرما سرخ شده بودند. اوچه، مانت، وی هنوز عادت نکرده است. بختیار از تیرزه نگاه کرده گفت. تو خاموش باش، داد زد بیبی خاله. اگر از روز اول جلبی کلین را سخت نگیری، فردا به سرت میبراید. ملکه درد جانکاهی را در قفس سینه‌اش حس کرد. نه از سرما، بلکه از آن که فهمید در این خانه او را نه همچون انسان، بلکه همچون یک اسباب کاری میبینند. روزهای اول مثل یک نوار سیاه و سفید میگذشتند. هر صبح تحقیر، هر روز کاری طاقت فرسا، هر شب اشکهای پنهانی. بیبی خاله حتی برای یک خطای خرد، مثلا اگر چای کمی خنک باشد، ملکه را دشنامهای قبیح میداد. تو را از کدام گورستان یافته آوردند؟ میگفت او با نفرت. مادرت به تو چیزی یاد نداده است؟ فقط خوردن و خواب را میدانی؟ ملکه چیزی نمیگفت. وی لب زیر دندان میگذاشت و تنها به یک چیز امید میبست، به کودکی که شاید روزی در بطنش پیدا شود و حیات او را معنا بخشد. وی نمیدانست که این تنها آغاز جهنم است. یک روز وقتی که ملکه در لب جویبار لباس میشست، صدای چرخ عرابه را شنید. این همسایه‌شان بود که از بازار برمیگشت. عرابه کهنه چوبین با صدای دلخراش غیر غیر کرده میگذشت. ملکه به آن عرابه نگاه کرده خود به خود فکر کرد. زندگی من هم مثل همین عرابه است. تنها بار را میکشم و کسی نمیپرسد که آیا چرخهایم خسته شده‌اند یا نه. هی! دادی بیبی خاله او را به خود آورد. به کجا نگاه میکنی؟ لباسها را تستر شوی. بعد به عاقلخانه گذر. آنجا را تازه کردن لازم. ملکه به آسمان نگاه کرد. ابرهای سیاه باز جمع می شدند. گویا طبیعت هم میخواست با او بگیرید. وی نمیدانست که پس از چند وقت محض همین صدای غیرغیری عرابه قسمت او را به کلی تغییر میدهد. وی نمیدانست که روز میرسد که خود او در این بازارها عرابه کشی میکند تا تنها یک بریده نان برای کودکش پیدا کند. در آخری هفته ملکه امید داشت که به دیدن مادرش میرود، ولی بیبی خاله اجازت نداد. کلین که شدی خانه مادرت را فراموش کن، گفت. او بازخنده. اکنون تو مال ما هستی. وقتی که من اجازت میدهم میروی. حالا باشد رو و ظرفهای مهمانها را بشویی. بختیار باشد در کنج نشسته به گوشی تلفنش مشغول بود. او حتی سر نبرداشت. در آن لحظه ملکه فهمید که او در این جنگ تنهاست. شوهرش سایه‌ای بود که در زیر نور مادرش گم شده بود. شب وقتی که همه خواب بودند، ملکه به بیرون برآمد. بارون سرد رویش را میشست. وی به دستانش نگاه کرد. آنها دیگر دستان آن عروس نازکی روزی توی نبودند. پوستشان درشت شده در بعضی جایها کفیده بود. آیا این است آن بختی که برایم آرزو می‌کردند؟ از دل گذراند او. در تاریکی صدای شمال مثل پیچ‌راسی مخلوق وحشی می‌نمود. ملکه چشمانش را پوشید. در ذهنش سیمای کودک خیالیش را تصویر کرد. تنها همین فکر به او قوت می‌بخشید که تا صبح طاقت کند. اما ظلمات تازه آغاز می‌شد. بیبی خاله الکی نقشه نوبتی را کشیده بود. چگونه این ملکه را به زمین بکوبد و از او یک موجودی بی اراده سازد. صبح روز دیگر با باران سیل آغاز شد. آسمان گویا قصد داشت که زمین را در زیر وزن آب غرق کند. ملکه که شب را با دردی کمر و فکرهای مغشوش روز کرده بود، با صدای دغل بیبی خاله از جایش پریده خیست. دردی سرش مثل صدای طبل در داخلی مغزش میزد. خیز، خیز! ای کثافتی خواب رفته! بیبی خاله با کفش خود به در چوبینی حجره کوبید. چای تیار نیست. عاقل تازه نیست. تو باشد تا حال در زیر کورپه غنچه شده نشسته ای؟ ملکه با شتاب روی مالش را به سر بست و به حولی برآمد. لبهایش از خنکی می لرزیدند. وی به سوی آشخانه بیرونه رفت تا آتش گیراند.
هضمها از نمی دود می کردند و چشمان ملکه را می سوزاندند. هر یک نفس برایش مشکل بود. مادر جان، من کمی بیتاب هستم. با آوازی پست گفت ملکه وقتی که بیبی خاله با آشخانه وارد شد. سرم چرخ می زند. بیبی خاله با یک نگاهی پر از نفرت به او نگاریست. او نزدیک آمده با انگشتان استخوانیش منهی ملکه را سخت فشرد. بیتاب یا تنبلی میکنی؟ در این خانه کسی حق بیمار شدن را ندارد. ما برای تو قلین داده ایم، نه برای آن که تو در اینجا مثل بازیچه شکسته بنشینی. اگر سرت چرخ میزند رو در زیر باران ایست، شاید هوشت به جایش آید. پس از 2 ساعتی کار وقتی که ملکه ظرفهای چای را میشست ناگهان احساس دل به حضوری شدید او را فرا گرفت. وی دستش را به دیوار تکیه داد. یک حسی عجیب و شناس در وجودش پیدا شد. دلش گواهی میداد وی حامله دار است. در آن لحظه دشوار این خبر برایش مثل یک پرتو نور در غار تاریک بود. وی دست به شکمش برد و باری اول در طول این هفته ها لبخند زد. طفل من، تکیهگاه من، تو مرا از این جهنم نجات میدهی، پیچ رو زد او. وی با خرسندی به نزد بختیار که در خانه درونی نشسته موزه هایش را تازه میکرد دوید. بختیار اکا، یک خوشخبر دارم، گفت ملکه با هیجان. چشمانش از اشک می درخشیدند. بختیار سرش را بلند کرد. چهره او به حسیات بود. چی شد باز؟ مادرم باز جنگ کرد؟ نه، من فکر میکنم که ما صاحب فرزند میشویم. ما پدر و مادر میشویم. بختیار برای یک ثانیه خاموش ماند. در چشمانش یک شعله خردی خرسندی پیدا شد، اما زود خاموش گشت. وی به بیرون به سوی دری که مادرش در آنجا بود نگاه کرد. خیر، خوب است، خوش جواب داد او. ولی حالا این را به مادرم نگوی. وی عصبی است. میگوید که خراجات خانه زیاد شده است و من باید بیشتر کار کنم. قلب ملکه مثل شیشه به زمین افتاده شکست. او انتظار آغوش، انتظار سخنان گرم و شاید اشکی شادی بود. اما بختیار تنها از خراجات و عصبهای مادرش میترسید. نصف روزی بیبی خاله ملکه را به مهمانخانه فریاد کرد. در روی میز یک دسته پول کهنه و یک روی خط خرید بود. گوش کن کلین، گفت بیبی خاله با آهنگ فرمان فرمایی. بختیار از کار ماند. اکنون ما پول زیادتی نداریم که برای تو خدمتگار گیریم یا تو را بیکار نگاه داریم. از این رو سر کرده تو به بازار می روی. با بازار؟ برای خرید؟ پرسید ملکه. نه، برای کار. همسایه امان سعید یک عرابه خالی دارد. تو با آن عرابه بارهای مردم را از یک گوشه بازار به گوشه دیگر میبری. پول یافته اد را آورده به من میدهی. ملکه کرخت شد. گویا کسی برویش آب یخ ریخته باشد. مادر جان، چی میگوید؟ من عروسی این خانه ام. مردم چی میگویند؟ ملکه عرابه کش. این شرمندگی است. بختیار اکا، شما یک چیز گوید. ملکه با التجا به بختیار نگاه کرد که در کنج خانه ایستاده بود. بختیار سرش را خم کرد و به نقش گلیم نگریست. مادرم درست میگوید ملکه، پیچی راست زد بختیار. وقتهای قین آمد. کسی تو را در بازار نمیشناسد. رویت را با رویمار سخت ببند. این تنها برای یک چند وقت است. بختیار، داد زد ملکه، من حامله دارم. شما چی خیلی اجازت میدهید که زن شما، مادر فرزند شما در بازار مثل مردها عرابه کشد؟ بیبی خاله از جایش خیسته به نزد ملکه آمد. حامله دار؟ وی خنده تلخی کرد. این بهانه نوی توست. مادران ما در وقت حامله داری در صحرا گندم میدرویدن. رو عرابه را گیر. اگر به پول برگردی در این خانه برویت بسته است. ملکه خود را در کوچه دید. در دستش دستکی چوبینی عرابه وزنین بود. چرخهای عرابه با صدای غجر غجر در روی لویقه حرکت می کردند. این صدا اکنون نه تنها صدای چوب بلکه صدای شکستن غرور او بود. باران شدت می گرفت. ملکه رویمال کلان سیاهش را تا ابروانش پایان کشید. و به بازار مرکزی ناحیه رسید. بوی گوشت مانده، لای و دود ماشین ها هوا را وزنین کرده بود.
هی عرابکش، اینجا بیا! صدای مردی قد بلند شنیده شد. ملکا جرأت نکرده سر بلند کند. و عرابه را به نزد مرد برد. مرد 4 حلطه کلانی آرد و شکر را به بالای عرابه پرتافت. وزن بار عرابه را به زمین زر کرد. ملکه با تمام قوه دستک ها را فشرد. نفسش در گلویش پیچید. 1، 2، 3. وی در دلش قدمهایش را می شمرد. هر یک قدم دردی جانکاهی در شکمش به وجود می آورد. وی می ترسید. نه از کار، بلکه برای طفلش. طاقت کن کودکم، ما باید زنده مانیم، تکرار می کرد. مردم از پهلویش می گذشتند. کسی او را طلا می داد، کسی دشنام می داد که چرا سست می رود. هیچ کس نمی دانست که در زیر آن رویمال لایالود چهره زیبای ملکه پنهان است که همگی چند ماه پیش ملکه دیه بود. بیگاهی وقتی که ملکه با پایهای ورم کرده و دستانی آبیله زده به خانه برگشت، وی تنها یک چند سامانی داشت. تمامی بدنش از خنکی می لرزید. وی به حجره وارد شد و دید که بختیار در روی کت گرم خوابیده چای می خورد. پولی کار کرده ات رو ده، گفت بیبی خوله که در آستانه در پیدا شد. ملکه پول را به او داد. بیبی خوله پولها را شمرد و با نفرت به زمین پرتافت. همین قدر؟ تو تمام روز چیکار کردی؟ یا با کدامی در کنج بازار گپ زده نشستی؟ ملکه دیگر طاقت نکرد. وی به سوی بختیار نگاه کرده گفت: شما میبینید مادرتان مرا تحقیر میکند. من تمام روز در زیر باران بودم. من برای کودکمان میترسم. بختیار چیزی گوید. بختیار پیاله چای را به زمین گذاشت. او به چشمان ملکه نگاه نکرده گفت: ملکه، مرا عصبی نکن. مادرم درست میگوید، پول کم است. فردا بر وقتتر رو تا مشتری زیادتر یابی و آوازت را بلند نکن، سرم درد میکند. در آن لحظه ملکه فهمید که وی دیگر شوهر ندارد. آن مردی که در روز توی به او وعده خوشبختی داده بود مرده بود. در پیش او تنها یک مخلوق ترسانچک و بی اراده می ایستاد. ملکه به کنج خانه رفت و بر روی فرش خنک نشست. وی گریه نمی کرد. اشکهایش خشک شده بودند. در درون او چیزی تغییر یافت. آن ملکه ساده و حلیم رفت و در جای او یک زن سخت و پر از نفرت پیدا شد. شما مرا به بازار فرستادید، فکر کرد او، در حالی که صدای رعد و برق در بیرون گم دراست میزد. مرا به لای کشیدید، ولی فراموش نکنید لای می تواند خشک شود و به سنگ تبدیل یابد و روزی من این سنگ را به سوی شما خواهم پرتافت. صدای غرغری چرخ عرابه در گوشهایش صدا میداد. این صدا اکنون برایش موسیقی انتقام میگشت. ماها گذشتند، اما برای ملکه هر روز مثل یک سال پر عذاب بود. شکست روحی او را اکنون وزنینی جسمانی ضم میکرد. شکمش کلان شده، حرکتهایش سست گشته بودند، ولی چرخهای عرابه لعنتی هنوز هم باید میگشتند. در این خانواده حامله‌داری او را نه همچون برکت بلکه همچون یک مانعه برای کار میدیدند. اینقدر شکمت را پیش نکن، با زخ خنده میگفت بیبی خاله وقتی که ملکه با دشواری از جای میخست. ما هم زاییده ایم، هفته زاییده ایم، ولی روز تولد هم در صحرا بودیم. خود را مثل زن بایاران نگیر. رو، امروز در بازار روز سیرادم است، پول خوب میابی. آن صبح هوا نهایت دلتنگ بود. گویا آسمان میخواست به زمین بچسبد. ملکه به بازار آمد. هر یک قدمش با درد جانکاهی در کمر همراهی میشد. وی دستکی عرابه را فشرد. عرابه او اکنون برای همه شناس بود. عرابه زن رویمال پوش. آدمان نمیدانستند که در پس آن رویمال چقدر اشک و چقدر غرور پنهان است. های کلینچک، این 4 خلطه پیاز را تا آن طرف دروازه بر. فریاد زد یک سوداگر. ملکه نزدیک آمد. خلطه ها وزنین بودند. وی کوشش کرد که آنها را به عرابه بار کند، ولی ناگهان درد شدیدی مثل نیش کژدم تمامی بدنش را فرا گرفت. وی لب گزید تا فریاد نزند. حالا نه، التماس، حالا نه. پیچی راست زد او به طفلش.
وی عرابه را تله داد. چرخها در لای غلیظ بازار درماندند. ملیکا با تمامی قوه باقی مانده اش با شکم وزنینش به عرابه تکیه کرد. عرق از جبینش جاری شده به چشمانش میریخت. صدای بازار، داد و فریاد آدمان، صدای ماشین‌ها و گیجیر عرابه‌ها در گوشش به یک صدای بی‌معنی تبدیل یافتند. ناگهان او حس کرد که چیزی در درونش کفید. لباسش تر شد. درد دوم آنچنان سخت بود که ملیکه به زانو به زمین افتاد. چی شد؟ کسی از راهگذران پرسید. این زن زایده ایستاده است. مردم جمع شدند ولی کسی جرأت نمی کرد نزدیک شود. ملیکه در میان لای در پهلوی عرابه خود تنها و بی‌پناه می لرزید. در آن لحظه وی تنها یک چیز را می خواست. بختیار در نزدش باشد. اما بختیار در خانه گرم خواب بود یا با دوستانش وقت می گذرانید. با کمکی یک زن نانفروشی رحمدل، ملیکه را به ماشینی بارکشی سوار کردند و به خانه اشان فرستادند. درمانگاهی ده دور بود و بیبی خاله اجازت نداد که او را به بیمارخانه برند. پول را بهوده صرف نمی کنیم، گفت او، وقتی که ملیکه را به خانه خنوکی پسی حولی آوردند. مادر من در تگی درخت می زاید. مامدایه را خبر کنید، بس است. ملیکه در روی کورپچه کهنه می پچید. خانه بوی نمی و چنگ می داد. بختیار در بیرونی در ایستاده بود. وی صدای ناله های زنش را می شنید، اما حتی جرأت وارد شدن و دست او را گرفتن را نداشت. او از مادرش می ترسید. او از مسئولیت می ترسید. بختیار، نالید ملیکه، التماس، نزد من بیا. اما بجای بختیار، بیبی خاله وارد شد. داد نزن، شرمنده می شویم، آوازت را همسایه ها می شنوند. طاقت کن، زن نیستی مگر؟ این سخنها مثل کارد به قلب ملیکه می زدند. درد جسمانی در برابر درد روحی هیچ بود. در آن لحظه های بین مرگ و زندگی، ملیکه فهمید که او در این دنیا کاملا تنهاست. هیچ کس او را دوست نمی دارد. هیچ کس به او اهمیت نمی دهد. پس از چند ساعتی عذاب طاقت فرسا، نهایت صدای گریه ضعیف خانه را پخش کرد. پیسر. ملیکه صاحب پیسر شد. مامدایه کودک را در یک پارچه متای کهنه پیچانیده به دست ملیکه داد. ملیکه با دستای لرزان طفلش را به آغوش گرفت. کودک کوچک بود، ولی چشمانش را باز کرد و گویا به مادرش نگاه کرده گفت: من با تو ام. در آن لحظه تمامی دردهای ملیکه فراموش شدند. وی به چهره بیگناه پسرش نگاه کرده اشک میریخت. این اشکی شادی نبود، این اشکی سوزان بود. بیبی خاله نزدیک آمد. وی به کودک سرد نگاه کرد. خیر، پسر بوده است. شاید اقلاً این به پدرش مانند شود و کار کند. ولی تو، کلین، زیاد استراحت نکن. فردا باید خیزی و کارهای خانه را سر کنی. کودک بهانه نیست. خوراک خوردن لازم. کودک هم خوراک می‌خواهد. ملیکه چیزی نگفت. وی تنها پسرش را سخت‌تر به آغوش فشرد. نام تو را امید می‌گذارم، پیچی راست زد او. زیرا تو یگانه امید من برای زنده ماندن در این ظلمات هستی. شب فرا رسید. ملیکه در خانه خنک با طفلش ماند. بختیار حتی برای دیدن پسرش وارد نشد. شاید شرم می داشت، شاید پروا نداشت. ملیکه به شیفت خانه نگاه میکرد. صدای شمال در بیرون مثل گریه گرگ ها می نمود. وی حس کرد که چیزی در قلبش مرد. مهری که نسبت به بختیار داشت، احترامی که نسبت به این خانواده داشت، همه به خاکستر تبدیل یافت. من برای تو همه چیز را میکنم امید جان، گفت او در حالی که لبهایش را از درد میگزید. من عرابه میکشم، من تحقیر میشنوم، من در لای میخوابم. ولی روزی میرسد که ما از اینجا میرویم. من نمیگذارم که تو مثل پدرت ترسانچک شوی. من نمیگذارم که این زن ظالم روحی تو را بشکند. در آن شب سرد، در میان دیوارهای نمناک، ملیکه نه تنها مادر شد، بلکه وی جنگاور شد. وی فهمید که دیگر راه بازگشت نیست. این خانه برای او زندان بود و پسرش یگانه کلیدی آزادی.
اما وی هنوز نمیدانست که بیبی خاله نقشه دارد که حتی این خوشبختی خرد او را از بین ببرد. ظلمات تازه غلیظتر میشد. از تولد امید جان همگی 3 روز گذشته بود. بدن ملکه هنوز از درد می لرزید و چشمانش از بیخوابی و کمخونی سیاهی می زدند. وی در کنج آن خانه سرد و نمناک نشسته طفلش را به آغوش می فشرد. امید جان با صدای پست و ضعیف گریه می کرد. گویا می فهمید که در این خانه را تا برای گریه بلند جای نیست. در بیرون باز همان صدای هموار و دلگیر کننده باران شنیده می شد. قطره های آب از شف کهنه آشخانه تق تق به درون ستیل آهنی می ریختند. این صدا برای ملکه مثل ساعت مرگ بود که ثانیه های عمر جوانی او را میشمرد. ناگهان در حجره با لگد گشوده شد. بیبی خاله با یک کاسه خالی چوبین وارد شد. چهره او مثل سنگ سخت و بی‌رحم می‌نمود. خیز! فریاد زد او که از صدایش امیدیان یک باره از خواب پریده به گریه سر کرد. 3 روز باز مثل هرس خوابی در این خانه نان تمام شد. آیا تو انتظاری که من با این پایهای دردآلودم رفته به تو خوراک یابم؟ ملکه با ترس به خوش دامنش نگاه کرد. مادر جان، التماس، من هنوز مدار ندارم، پایهایم نمیکشند. کودک هنوز خیلی خرد است. وی در این سرما بیمار می شود. اقلان 1 هفته دیگر مهلت دهید. هفته؟ بیبی خاله با قهر کاسه را به زمین زد. در 1 هفته ما از گرسنگی میمیریم. بختیار در جستجوی کار است، ولی تا او چیزی مییابد تو باید به بازار برایی. آن عرابه سعید در بیرون منتظر توست. رو. کودک تو در روی مالت به پشتت بند و رو. اگر به پول و بینان برگردی حتی به حولی قدم نگذار. ملکه با بختیار که در پیش ایوان ایستاده به کفش‌های لایالودش نگاه میکرد چشم دوخت. امید داشت که اقلاً این دفعه او صدا بلند میکند. بختیار اکا، با آوازی لرزان گفت ملکه، شما میبینید که من حتی راه گشته نمیتوانم. چی خیل عرابه میکشم؟ اقلاً شما به مادرتون فهمانید. بختیار سرش را کمی بلند کرد ولی به چشمان ملکه نگاه نکرد. او سیگاره را در گیراند و دودش را به هوا سر داد. مادرم درست میگوید ملکه. خانه خالی است. من هم نمیخواهم که تو کار کنی، ولی علاج چیست؟ طاقت کن. تو زنی قوی هستی. کودک را خوب پیچان که شمال نخورد. این سخنان از ضربه بیبی خاله هم دردناکتر بودند. زنی قوی؟ این کلمه را ملکه در دلش تکرار کرد. این کلمه در این خانه معنای غلام بیزبان را داشت. ملکه با دستانی لرزان امید جان را به یک چادر کهنه پیچانید. وی کودک را به پوشتش بست تا دستانش برای گرفتن دستک عرابه خالی باشند. هر یک حرکت برایش عذاب بود. جای چاک‌های تولد می‌سوختند، گویا کسی با آتش به بدنش می‌رسید. وی به حولی برآمد. عرابه چوبین در زیر باران تر شده وزنین‌تر به نظر می‌رسید. ملکه دستک‌ها را گرفت. غیجیر، غیجیر، عرابه به حرکت درآمد. راه بازار پر از لای بود. پایهای ملکه در درون کفش‌های کهنه اش می‌لغزیدند. وی با تمام قوه قدم می‌زد، در حالی که طفل 3 روزه‌اش در پشتش آهسته ناله می‌کرد. در بازار مردم زیاد بودند. بوی پیاز پوسیده و گوشت مانده با بوی نمی باران آمیخته شده بود. ملکه در کنج بازار ایستاد. رویش را تا چشمانش با رویمال سیاه پوشیده بود تا کسی این عروسی جوانی دیه را نشناسد. هی عرابه کش! صدای زنی فربه که 2 خلطه کلان کارتوشکه داشت شنیده شد. اینها را تا ایستگاه برید. ملکه نزدیک آمد. خلطه ها را به عرابه بار کرد. وزن کارتوشکه ها و وزن کودک در پشتش او را به زمین زیر می کرد. وی عرابه را تلا داد. چرخها در لای درماندند. ملکه دندانهایش را به هم فشرد. لبهایش را تا خون شدن گزید ولی ایستاد. من باید کنم برای امید جان، تکرار میکرد او. بگوهی روز ملکه با 2 نان و کم پول میده به خانه برگشت. وی تمام روز چیزی نخورده بود. شیرش کم شده بود و این او را بیشتر میترساند. وقتی وارد حولی شد، دید که بیبی خاله با بختیار در گرد دسترخوان نشسته شوربای گرم میخورند. بوی شوربای گوشتی
تمام حولی را گرفته بود. آمدی بیبی خاله به آن که سر بردارد پرسید: پول را ده و رو ده آشخانه. آنجا کم نان خشک مانده است. با چای خور. ملکه پولها را در روی دسترخوان گذاشت. وی به بختیار نگاه کرد که با اشتهای تام شوربو میخورد. او حتی نپرسید: ملکه تو چی خوردی؟ پسرم چی خیل است؟ ملکه به حجره خود گذشت. وی به آینه کهنه نگاه کرد. در آینه نه زن 19 ساله بلکه یک مخلوق خسته و پیر شده را دید. چشمانش که روز از شادی می درخشیدند اکنون مثل دو چاه تاریک بودند که در قعرشان نفرت می جوشید. وی فهمید در این خانه برایش جای نیست. اینها عائله او نیستند. اینها دشمنان اویند. شما شوربای گرم می خورید در حالی که من در بازار لای می خورم. فکر کرد ملکه. شما پسر مرا در سرما گذاشتید. میلش خورید سیر شوید. زیرا روز می رسد که شما برای یک بریده نان در پیش پای همین عرابکش سرخم می کنید. وی امید جان را به خواب گذاشت و در کنار او نشسته نقشه اولین خود را کشید. وی دیگر نمی خواست تنها طاقت کند. وی می خواست مبارزه برد. تومانی غلیظی تمامی بازار را فرا گرفته بود. گویا دنیا می‌خواست اینجای پر از فریب و تحقیر را از چشمها پنهان کند. نفس ملکه در هوای سرد مثل دود سفید به نظر می رسید. وی دستک‌های یخبسته عرابه را فشرد. دستانش چنان کرخت شده بودند که دیگر احساس درد نمی کردند. تنها یک وزنینی بی حسیات. در پشتش امید جان خواب بود. تفلک از شدت سردی و گرسنگی دیگر مدار گریستن نداشت و تنها گاه با صدای ضعیف اینگی اینگی می کرد. هر باره که این صدا به گوش ملکه می رسید، قلبش مثل آنکه کسی با کارد کهنه آن را ببرد درد می کرد. عرابکش، اوی زنک! صدای دغل یک مرد گوشت فروش او را از خیالهایش بیرون آورد. این کله و پاچه ها را به آن طرف بازار نزد ماشین ژیگولی کبود بر. تیزتر کن که وقت ندارم. ملکه نزدیک آمد. خلطه پر از کله و پاچه های خونشار و بدبوی را به عرابه گذاشتند. وزن آنها به وزن روح ملکه ضرب شد. وی عرابه را تله داد. چرخها در بالای سنگ فرش های ناهمواری بازار تق تق کرده به بدن ملکه ضربه می زدند. در نیمروغ ملکه حس کرد که دنیا در پیش چشمانش چرخ می زند. سیاهی آهسته آهسته نور را می پوشید. پایهایش مثل لطه ملایم شدند. وی به تمام قوه کوشش کرد که دستک را رها نکند. زیرا می دانست اگر افتد کودک در پشتش لط می خورد. وی به ستون یک دکان کهنه تکیه کرد. نفس می زد. اشکهای گرم از چشمانش جاری شده برای مال لایالودش می ریختم. خدایا، پیچ راست زد او. اقلن یک ذره قوت ده. نه برای من، برای این طفل بیگناه. این چیست؟ مگر زنها هم عرابه می کشند؟ صدای نرم و حلیم از پس او شنیده شد. ملکه سر برداشت. در نزدش یک زن سال خورده ایستاده بود که لباسهای تازه و آزاده داشت و در چهرهش آسان ذکاوت و مهربانی هویدا بود. این خاله زینب بود، یکی از دوزنده های مشهور شهر که گاه برای خرید متاع به این بازار می آمد. خاله زینب به ملکه نزدیک شد. وی به چشمانی پر از اشک ملکه و به آن طفلی در پشتش بسته شده نگاه کرده آه کشید. در این بازاری بیرحم که همه برای یک سامانی جنگ و جدال می کردند، این نگاهی پر از رحم برای ملکه مثل معجزه بود. دختر جان، تو کیستی؟ چرا در این حال هستی؟ پرسید خاله زینب و دست ملکه را گرفت. دستانت یخ باستند. تو نوکک زایده ای درست؟ رنگ رویت مثل دیوار سفید است. ملکه چیزی گفته نتوانست. تنها گریه‌اش شدت گرفت. وی باری اول پس از تویش کسی را دید که نه همچون کلمه کاری یا عرابکش بلکه همچون یک انسان به او نگاه میکرد. من مجبورم خاله جان. نهایت با آوازی لرزان گفت ملکه. اگر کار نکنم ما را از خانه میرانند. کودکم گرسنه میماند.
خاله زینب به اطراف نگاه کرد. مردم بے پروا می‌گذشتند. وی از کیسه‌اش یک رویمال سفید تازه و یک بریدنان گرم را برآورده با دست ملکه داد. گیر، اول این را بخو و گوش کو. وی آوازش را پستر کرد. این بازار جای تو نیست. من در چشمان تو چیزی می‌بینم که در چشمان دیگران نیست. تو نفرت باری، ولی در پس آن نفرت استعداد و غرور هست. نامت چیست؟ ملکه، جواب داد او. ملکه؟ خاله زینب تبسم کرد. نامت زیباست. فراموش نکو که تو ملکه هستی، حتی اگر امروز عرابه میکشی. این روزها میگذرند. ولی تو باید خود را حفظ کنی. وی از همیانش 50 سامانی برآورده به جیبی ملکه انداخت. برای ملکه این مبلغ کلان بود. وی باید 1 هفته عرابه میکشید تا این قدر پول یابد. نه خاله جان، من صدقه نمیگیرم. ملکه کوشش کرد پول را برگرداند. این صدقه نیست. خاله زینب دست او را سخت فشرد. این قرض است. روزی که تو به پای خود میستی، این را به یگان کسی دیگری که درمانده است برمیگردانی. حالا باشد رو و به این طفل خوراک خر. خاله زینب رفت، ولی سخنان او در گوش ملکه مثل موسیقی صدا می‌دادند. تو ملکه هستی. ملکه نان را خورد. لذت نان گرم به بدنش قوت بخشید. وی باری اول در طول این ماها حس کرد که شاید در این دنیای تاریک هنوز نور هست. اما وقتی که بگاهی به خانه برگشت، این نور زود خاموش شد. بیبی خاله در حولی منتظر بود. وی پولهای ملکه را کشیده گرفت و وقتی که 50 سامانی را دید، چشمانش از حرص درخشیدند. اوهو، زخنده کرد او. امروز بختت آمد یا کسی را فریب دادی؟ یا شاید با یگان مرد در کنج بازار گپ زده نشستی که به تو اینقدر پول داد؟ مادر جان، داد زد ملکه. چه خیل جرأت میکنید چون این گپ زنید؟ این را یک زن مهربان به من داد. وی دید که من از گرسنگی میمیرم. زن مهربان؟ بیبی خاله پول را به جیبش زد. در این دنیا کسی بیهوده پول نمیدهد. میلش، هر چه که هست، این پول برای خراجات توی جیان بختیار می رود. تو باشد، رو، گاوها را دوش. ملکه به بختیار نگاه کرد که در نزد تیرزه ایستاده این تحقیر را میشونید و خاموش بود. در آن لحظه ملکه فهمید که او دیگر هیچگاه از اینها رحم نمیخواهد. وی به حجرهش درآمد. امید جان را خواباند و به دستان خود نگاه کرد. دستان او پر از آبیله و کفیده بودند، ولی در ذهنش سیمای خاله زینب را تکرار میکرد. من بر میگردم، قسم خورد او در تنهایی. من از اینجا میروم و روز میرسد که این 50 سامانی را به هزارها تبدیل میدهم. در آن شب ملکه نقشه اولین فراری خود را کشید. وی میدانست که اگر در این خانه ماند، بیبی خاله او را آهسته آهسته خواهد کشت. آسمانی شبی ده را ابرهای سیاهی وزنین پخش کرده بودند. گویا کسی بالای دنیا کرپه سربی سرد پرتافته باشد. در این خانواده ظلمت زده حتی نفس کشیدن دشوار بود. ملکه در کنج حجره نشسته امید جان را با یک پارچه لته کهنه بازیچه میداد. تیفک با چشمان کلان و بیگناهش به مادرش نگاه میکرد، گویا میخواست بپرسد که چرا اینقدر اشک در چشمان او جمع شده است. ناگهان صدای شکستن چیزی از خانه درونی و داد و فریاد بیبی خاله خاموشی وزنین را درید. وای بر حالم! خانه ام را غارت کردند. شرمنده شده ایم، فریاد میزد بیبی خاله. ملکه با ترس از جای خست. دل زنش زیاد شد. وی میدانست که این گونه فریادها هیچگاه به خیر نیستند. در حجره با شدت گشوده شد و بیبی خاله با چهره کبود شده از قهر و بختیار با نگاه سرسان و ترسانچک وارد شدند. کانیان گوشواری طلایی من! بیبی خاله به سوی ملکه هجوم کرد و کتفهای او را سخت فشرد. تو دزدی! تو از فرصت استفاده برده طلای مرا دزدیدی! ملکه قرخت شد. زبانش در دهانش نمیگشت. چی میگوید مادر جان؟ کدام طلا؟ من حتی نمیدانم که شما طلا را در کجا نگاه می‌دارید. من تمام روز در بازار بودم، همه دیدند. خاموش باش ای روسیا! بیبی خاله یک شپاتی سخت بر روی ملکه زد که صدای آن در حجره خالی طنین انداز شد. آن 50 سامانه‌ای که دیروز آوردی مگر پول حلال بود؟ نه، تو یا چیزی را دزدیده فروخته ای
یا با کدامی در کنج بازار افلاسی کرده ای؟ اکنون باشد گوشواره مرا گرفته ای تا با عاشقت گریزی. ملیکه به زمین افتاد. امید جان از صدای داد و گریه مادرش به شدت به گریستن سر کرد. بختیار اکو، یک چیز گویید. ملیکه با التجا به پای شوهرش افتاد. شما مرا میشناسید. من هیچگاه دست به حرام نمیزنم. من مادر فرزند شمایم. التماس باور نکنید. بختیار بر روی ملیکه نگاه نکرد. وی تنها با آواز پست و دودیله گفت: آچم بهوده نمیگوید. گوشوارش نیست و آن پول دیروزه هم شبهناک بود. ملیکه، چرا مرا در بین ده شرمنده میکنی؟ اگر گرفته باشی، این ضربه از شپاتی بیبی خاله 1000 بار دردناکتر بود. این خیانت آخرین بود. ملیکه فهمید که در اینجا حقیقت ارزش ندارد. آنها تنها بهانه میجستند تا از او خلاص شوند. باس است. داد زد بیبی خاله. من نمیگذارم که یک دزد و یک زنی بدنام در خانه من باشد. امشب باید این حولی را ترک کنی. مادر جان، در این نصف شب ملیکه به تریزه نگاه کرد که در آنجا باران با شدت میبارید. با کجا میروم؟ با کودک خرد. رحم کنید. اقلاً تا صبح صبر کنید. نه، حاضر. بیبی خاله به سوی گهواره کودک رفت و جامدان کهنه ملیکه را که در آن تنها یک چند لباس دریده بود به بیرون هوا داد. رو به نزد همان زنی مهربانت یا به نزد عاشقت. این طفل کثافت را هم گیر و گم شو. بختیار مثل هیکل سنگین در کنج ایستاده بود. وی حتی کوشش نکرد که مادرش را باز دارد. وقتی که بیبی خاله ملیکه را از مویهایش کشیده به حولی برآورد، بختیار تنها رویش را گرداند. صدای چرخزنی باد سرد و ضربه های باران بر روی ملیکه زدند. وی در میان لای حولی افتاده بود، در حالی که امید جان را به بغل فشرده با بدنش او را از باران محافظت میکرد. دیگر اینجا بر نگرد. بیبی خاله در کلان حولی را با صدای بلندی تق بست و زنجیر کرد. ملیکه در نزد دروازه بسته ماند. تنهایی، ظلمت، سرما. صدای باران مثل جریه هزارها زنی جفا کشیده در گوشهایش صدا میداد. وی به دروازه تکیه کرد و آهسته به زمین نشست. امید جان از سرما می لرزید. گریه کودک دیگر صدا نداشت. تنها یک خیرخیر ضعیف بود که ملیکه را به دهشت می آورد. من باید زنده مانم، فکر کرد او. اگر من افتم کودکم می میرد. وی از جای خیست. پایهایش در لای چقور می لغزیدند. وی جامدان کهرهش را گرفت و برابر آمد. دهه در خوابی گران بود. یگان چراغ نمی سوخت. گویا تمام دنیا بروی او درهایش را بسته بود. وی به سوی ایستگاه کهنه دهه رفت. این یک سایبان شکسته بود که تنها از باران کم محافظت میکرد. ملیکه در روی نیمکت چوبینی نمناک نشست. کودک را در زیر کرته‌اش نزدیک به دلش گذاشت تا با گرمی آخرین بدنش او را نجات دهد. ببخش مرا پسرم. پیچ راست زد ملیکه در حالی که اشکهایش با قطره‌های باران آمیخته می شدند. ببخش که تو را به چنین دنیا آوردم، اما قسم میخورم به همین شب سیاه که ما بر میگردیم. وی به سوی خانه بختیار که از دور سایه‌اش نمودار بود نگاه کرد. شما مرا پیش کرده بختیار. شما به من تهمت کردید بیبی خاله. شما فکر میکنید که من در این لای گم میشوم؟ نه، من میروم ولی روز مثل طوفان برمیگردم. آن روز شما برای این شب ما، برای این اشک پسرم جواب خواهید داد. صدای رعد و برق آسمان را شکافت. نور برای یک ثانیه چهره ملیکه را روشن کرد. در آن دیگر آثار ترس نبود. تنها یک اراده آهنین و نفرتی بے پایان باقی مانده بود. وقتی که صبح بر وقت اولین اتوبوس کهنه به ایستگاه آمد، ملیکه با نگاهی قطعی به درون وارد شد. وی به قفا نگاه نکرد. سفر او به سوی نامعلومی، به سوی مبارزه و به سوی نور آغاز شد. اتوبوس کهنه با صدای دلخراش و دود غلیظ در ایستگاه مرکزی شهر ایستاد. ملیکه که تمام راه از تیریزه به بیرون نگاه میکرد، با جامدان چوبین کهنه و طفل در بغل بودش آهسته پایان شد. شهر کلان مثل یک مخلوق عظیم پیش رویش قامت افراخت.
صدای ماشین ها، ازدحام آدمان شتاب زده و بناهای بلنده که گویا آسمان را میشکفتند او را به دهشت می آوردند. در دهه همه یکدیگر را می شناختند، ولی اینجا هیچ کس به کسی دیگر اهمیت نمی داد. آدمان از پهلویش می گذشتند و حتی نگاه نمی کردند که در چهره این زن جوان چقدر درد و در بغلش چقدر ناامیدی نهان است. ما در کجای مادر جان؟ گویا ام جان با چشمان کلانش همین را می پرسد. ملکه کودک را سخت‌تر به آغوش فشرد. ما در جایی هستیم که هیچ کس ما را نمی شناسد پسرم. این معنای آن را دارد که ما می توانیم از نو آغاز کنیم. جایب ملکه قریب خالی بود. آن 50 سامانه‌ای که خاله زینب داده بود قریب برای راهکرا و یک بریدن آن صرف شده بود. وی باید پیش از همه پناهگاه میافت. هوای شهر نسبت به دهه گرمتر بود، ولی نمی بهاری هنوز در استخوان‌هایش حس می‌شد. وی ساعتها در کوچه ها گشت. هر جایی که می رفت به او با شبهه نگاه می کردند. ما به کارمندی دارای کودک نیاز نداریم می گفتند در آشخانه های خرد. ما جای خواب نداریم جواب می دادند در مهمانخانه های ارزان. گرسنگی و خستگی ملکه را از پای می افتاند. وی در بالای یک نیمکتی باغ استراحتی نشست. امید جان از گرسنگی به گریه سر کرد. ملکه بار اول حس کرد که شاید قرار فرارش اشتباه بود. شاید باید در آن حولی میماند و همه تحقیرها را تحمل میکرد. نه، وی سرش را تکان داد. در آنجا ما مرده بودیم. اینجا ما اقلاً زنده هستیم. وقتی که شام فرا می رسید، ملکه به یک کوچه تنگ وارد شد که در آنجا بوی متا و صدای ماشین‌های دوزندگی به گوش می رسید. این یک کارگاه خردی دوزندگی بود که در تخانه یک بینای کهنه جایگیر بود. ملکه وارد تخانه شد. هوای آنجا وزنین و پر از غبار متا بود. یک زنی میانه سالی چهرهش جدی در نزد میزی کلان ایستاده متا می‌برید. سلام، با آوازی پست گفت ملکه. به شما فراش یا خدمتگار لازم نیست؟ من همه کارا میکنم. تنها به من اجازه دهید که شب در یک گنج با کودکم بخوابم. زنی دوزنده که نامش سعیده بود سر برداشت. وی به چهره خسته ملکه و بعد به کودکی در بغلش بوده نگاه کرد. کار؟ سعیده آه کشید. اینجا جای کودک نیست. صدای ماشین‌ها بلند است. غبار متاب به شوش‌های کودک ضرر دارد. التماس، ملکه بزانو افتاد. ما جایی رفتن نداریم. این شب در کوچه مانیم، کودکم میمیرد. من شبها کار میکنم. وقتی که همه میروند، من تمامی تخانه را تازه میکنم. تنها یک گوشه گرم دهید. سعیده لب گزید. وی زنی بد نبود، ولی حیات او را هم سختگیر کرده بود. مایلش، تنها برای یک شب. در آن گنج در پس پرده چند کرسی کهنه است. کودکت را آنجا خوابان. ولی اگر فردا صاحب کارخانه آید و تو را بیند، من جوابگر نیستم. ملکه در کنج تاریکی تخانه نشست. برای او این جای پر از چنگ از قصر بیبی خاله بهتر بود. وی امید جان را شیر داد و به خواب گذاشت. صدای یک نواختی ماشین‌های دوزندگی در گوشش مثل الله صدا می‌داد. وقتی که نصف شب شد و همه رفتند، ملکه نخوابید. وی از جای خیست، ستیل را گرفت و به تازه کردن کارگاه سر کرد. وی نه تنها فرش را روفت، بلکه تمامی ماشین‌ها را از چنگ تازه کرد. متاعهای باقی مانده را به ترتیب آورد و حتی قطی‌های پرتاب را خالی کرد. وی هنگام کار به متاعهایی که در روی میز بودند نگاه می‌کرد. متاعهای اطلس، شاهی، مخمل. رنگ‌های آنها در زیر نوری خیره لمپه می‌درخشیدند. ملکه در دهه دوزندگی را کمی آموخته بود، ولی این متاعها چیز دیگری بودند. وی یک پارچه متاع کبودی باقی مانده را گرفت و با سوزنی که در روی میز مانده بود به دوختن یک کلاه خرد برای امید جان سر کرد. دستانش که از عرابه‌کشی درشت شده بودند، آهسته آهسته نرمی و مهارت خود را به یاد می آوردند. صبح بر وقتی که سعیده به کار آمد، از دیدن کارگاه به حیرت افتاد. همه چیز می درخشید. بوی تازگی به جای بوی چنگ آمده بود.
تو این همه را در یک شب کردی؟ پرسید او با تعجب. بله، جواب داد ملکه که چشمانش از بیخوابی سرخ شده بودند. و این را بینید. وی کلاه خردککی را که از متاهای باقی مانده دوخته بود به سعیده نشان داد. دختش آنچنان نازک و زیبا بود که سعیده باورش نیامد. تو دخته می توانی؟ چشمان سعیده درخشیدند. من یک دوزنده یاری رسان می جستم ولی کسی را با مزد کم نمی یافتم. اگر تو خواهی می توانی اینجا بمانی. من به تو جای خواب می دهم و کم پول برای خوراک. ولی باید 2 برابر کار کنی. هم تازه کنی و هم بدوزی. ملکه حس کرد که بار اول در حیاتش یک دری حقیقی برویش گشاده شد. من تیارم، گفت او به قطعیت. من 10 برابر کار میکنم. در آن تخانه تنگ، در میان صدای ماشینها و بوی متا، راه ملکه از ظلمت به سوی نور آغاز یافت. وی نمیدانست که پس از 5 سال صاحب بزرگترین کارخانه این شهر می شود. ولی در دلش یک چیز را میدانست، دیگر هیچگاه به عرابت دست نمیزند. تخانه تنگ و تاریک اکنون برای ملکه هم خانه بود، هم مکتب و هم میدانی جنگ. روزها مثل نخان یا رنگی بالای میز تیز و پیش در پیچ می‌گذشتند. ملکه صبحگاهان پیش از همه بیدار می‌شد. حولی نزد کارگاه را می‌رفت، کودکش را می‌شست و بعد در کنار سیده خاله می‌نشست تا نازکی‌های دوزندگی معاصر را بیاموزد. شهر به ملکه رحم نمی‌کرد ولی او را آب و تاب می‌داد. صدای ماشین‌های دوزندگی که در اول گوش خراش می‌نمودند، اکنون برایش مثل نبض زندگی بودند. یک روز سعید خاله با چهره نگران به کارگاه وارد شد. در دستش یک متای شاهی گرانبهای سرخ داشت. ملکه، دخترم، مشتری دائمی ما زن یکی از ثروتمندان شهر برای جشن زادروزش کورته فرمایش داده است. ولی من نمیدانم با این متا چی کار کنم. طرح پیشنهاد کرده او خیلی مرکب است و وقتی من کم، گفت سعیده با آه کشیدن. ملکه به متا نگاه کرد. در ذهن او یک بار نقش‌ها و طرح‌ها پیدا شدند. وی در دهه از بیبیش طرز دوختن گلدوزی‌های خاص را آموخته بود که در شهر کم دیده می‌شدند. سعیده خاله، اگر اجازه دهید من شب یک طرح آماده می‌کنم. جرأت کرده گفت ملکه. شب وقتی که امید جان در کنار ماشینه دوزندگی آرامانه خواب بود، ملکه به کار شروع کرد. وی نه تنها دوخت، وی احساسات خود را به متو کوچید. هر یک چاک سوزن گویا قصاص او از گذشته و امید او به آینده بود. وی به کورته نقش‌های نازک چکن را با اسلوب اروپایی آمیخته کرد. این چیزی بود که تا حال در این شهر کسی ندیده بود. صبح وقتی که سعیده خاله کورته را دید، دستش را به دهانش برد. این معجزه است. ملکه، تو این را چی خل کردی؟ اما در کارگاه نه تنها سعیده بود. 3 زن دیگر نیز آنجا کار می‌کردند که سالها باز با سعیده بودند. گلبهار، یکی از دوزنده‌های سابقه‌دار، با نگاهی پر از کینه به کورته نگاه می‌کرد. وی نمی‌توانست تحمل کند که یک عرابکش دهاتی در یک شب از او پیش گذشته است. سعیده خاله، این چه خیل اسلوب است؟ با تمسخر گفت گلبهار. این کورته دهقانی به زن ثروتمند نمی‌زبد. وی ما را شرمنده می‌کند. بهترش این را کنده از نو بدوزیم. ملکه سرش را خم کرد. سخنهای گلبهار مثل نشی زنبور بودند. من تنها کوشش کردم که چیزی نوی سازم. پیچ را زد او. سعیده خاله که زن با تجربه بود، به گلبهار نگاهی سردی انداخت. ما این را به مشتری نشان می‌دهیم. قرار را وی می‌براید. بعد از ظهری زنی ثروتمند، خانم نگاره، با ماشینی با حشمت خود به نزد تخانه آمد. وقتی که او وارد کارگاه پر از چنگ شد، بینیش را کج کرد. اما وقتی سعیده کورته سرخ را برآورد، چشمان نگاره کلان شدند. وی کورته را به دست گرفت، به نقش‌های دستدوز ملکه لمس کرد. خانه در یک لحظه خاموش شد. گلبهار با تبسمی مکارانه منتظر داد و فریاد خانم بود. این را کی دوخته است؟ آهسته پرسید نگاره. سعیده خاله با ترس و هراس به ملکه اشاره کرد. خانم نگاره به نزد ملکه آمد.
ملکه با کرته کاری خاکستری خود در پیش این زن زیبا مثل یک پرنده کوچک می نمود. تو دخته‌ای نگاره به چشمان ملکه نگاه کرد. وی در آن چشمان نه تنها خستگی بلکه یک قدرت بزرگ را دید. من در پاریژ و میلان بودم ولی چنین آمیزش هنر ملی را با مود زمانوی ندیده بودم. تو استعدادی نادر داری دخترم. نگاره از همیانش مبلغ کلان برآورده به سعیده داد و بعد یک کارت را به ملکه دراز کرد. این رقم من است. اگر روز خواهی که در سطحی بلندتر کار کنی به من زنگ زن. پس از رفتن نگاره کارگاه به جوش آمد. سیده خاله از خرسندی ملکه را آغوش گرفت. اما گلبهار در کنج ایستاده نقشه‌ای بد را می‌کشید. شب وقتی که ملکه برای شستن لباسهای امیدجان به بیرون برآمد، گلبهار پنهانی به نزد ماشینه دوزندگی ملکه آمد. وی قیچی را گرفته متاعهای گرانبهایی را که ملکه باید فردا می‌دوخت پاره پاره کرد. وی می‌خواست که ملکه را همچون یک کارگری بی‌پروا نشان داده از کار پیش کند. ملکه برگشت و چیز را پی نبرد. وی امیدجان را خواباند و خود نیز از خستگی زیاد از هوش رفت. وی نمی‌دانست که فردا صبح طوفانی نوبتی را انتظار است. اما یک چیز را گلبهار به نظر نگرفته بود. ملکه دیگر آن عروسی ترسانچک نبود. شهر و ظلم او را آموزانده بودند که چگونه از خود دفاع کند. صبح با صدای فریاد جانخراش سیده خاله آغاز شد. ملکه که نو امیدجان را شیر داده بود با واهمه به تالار اساسی کارگاه دوید. در روی میز کاری متاعهای شاهی گرانبهایی که باید برای یک فرمایش مخصوص آماده می شدند مثل جسدی پاره پاره شده به نظر می رسیدند. این چی گپ؟ این را کی کرد؟ سیده خاله با دستانی لرزان پاره های متاع را برداشت. این متاعها پول یک ساله کارگاه ما را می ارزیدند. گلبهار با چهره غمگین ولی چشمان درخشان فوراً به نزد سیده آمد. آه سیده خاله، من دیروز گفته بودم که به این دهاتی به تجربه باور نکنید. نگاه کنید، وی شب هنگام کار شاید خوابش برده است و یا از حسد که این متاعها به او تعلق ندارند آنها را دریده است. تنها وی شب اینجا بود. اما این دفعه چیزی تغییر یافته بود. ملکه دیگر به زانو نافتاد. وی دیگر گریه نکرد. وی با پاره‌های متاع نزدیک شد و با دقت به آنها نگاه کرد. من این را نکردم. آرام و با قطعیت گفت ملکه. و این کار را کسی کرده است که خیلی شتاب داشت. باز دروغ میگویی، داد زد گلبهار. تنها تو و کودکت اینجا خواب می رود. کی می تواند وارد شود؟ کلید تنها مزد سیده خاله و من هست. ملکه به گلبهار نگاه کرد. وی دید که در کتف کرته کاری گلبهار یک نخ خرد سرخ محض از همان متاع دریده شده چسبیده است. ولی ملکه شتاب نکرد. وی میدانست که تنها عیبدار کردن کفایه نیست. سیده خاله، ملکه به سوی مدیر کارگاه گشت. این متاعها واقعا خراب شدند. ولی اگر شما به من 3 ساعت وقت دهید، من این ضرر را به فایده تبدیل می دهم. اگر نتوانم، من و پسرم همین حالا کارگاه را ترک می کنیم و من قرض این متاعها را تا آخری عمر عربه کشی کرده می سپارم. سیده خاله که علاج دیگر نداشت، با سر جنباندن اجازت داد. گلبهار با زخنده در کنج نشست. بینیم از این لطه‌پاره ها چی می سازی، ملکه عربه کش؟ ملکه به کار شروع کرد. وی تمام پاره های خرد و کلان متاع را جمع کرد. در ذهن او نقشه پچورک یعنی از پاره ها ساختن چیزی نو پیدا شد. وی پاره های شاهی را با تورهای نازک پیوست کرد. وی از این خرابه ها یک کرته کورتوه زمانوی ژاکت ساخت که نقشه های روی آن تکرار نشونده و مثل موزاییک بودند. هر یک چاک او با سرعت و دقیقی عجیب اجرا می شد. وقتی که کار تمام شد، سیده خاله و کارگران در حیرت ماندند. این دیگر متاع دریده نبود.
این یک اثر صنعتی آوانگارد بود که در مغازه‌های قیمت‌بهای شهر نرخ دوچند داشت. این عالی جناب است. سیده خلا کرته را به دست گرفت. ملکه، تو یک نابغه‌ای. سیده خلا، یک دقیقه. ملکه آرامانه به نزد گلبهار رفت. پیش از آن که من برای این موفقیت شادی کنم، میخواهم بپرسم. گلبهار اپا، چرا در کتف شما نخ همین متاع است؟ در حالی که شما گفتید که صبح به متاعها دست نرساندید. و چرا در قطعه پرتاوی زیر میز شما قیچی خورده است که در نوگش هنوز رنگ همین متاع سرخ باقی مانده است؟ گلبهار رنگش کند. وی خواست چیزی گوید ولی دستانش به لرزه در آمدند. سیده خلا به نزد میز گلبهار رفت و قیچی را یافت. تو! سیده خلا با نفرت به گلبهار نگاه کرد. تو میخواستی کارگاه مرا به خاطر حسد شخصی خود خراب کنی؟ گلبهار را همان زمان از کار پیش کردند. وی با شرمندگی جامدانش را جمع کرده از تخانه برآمد. ملکه به رفتن او نگاه کرده خود به خود فکر کرد. در این شهر هم بیبی خاله ها زیادند. ولی من دیگر آن زنی پیشینه نیستم. سیده خاله به نزد ملکه آمد و دستانی آبیله زده او را گرفت. ملکه، ببخش که به تو شبهه کردم. تو نه تنها دوزنده، تو نجات بخش این کارگاهی. از امروز تو دیگر در کنج تخانه نمیخوابی. در بالای کارگاه یک حجره خردی آزاد هست. آنجا کوچ بند. و معاش تو از این پس 3 برابر زیاد می شود. ملکه به بالا به سوی تیرزه خردی تخانه که از آن یک نوری آفتاب به درون می پرید نگاه کرد. امید جان در گهواره موقتی خود بیدار شده خنده می کرد. ما اولین جنگ را برد کردیم پسرم، پیچی راست زد ملکه. وی کرت را عجایبش برآورد. کرت خانم نگاره. وی می دانست که تخانه تنها یک ایستگاه است. مقصد او بلندتر بود. وی می خواست ایمپری خود را سازد. حجره نوی ملکه در بالاخانه کارگاه خورد بود، اما برای او مثل قصر می نمود. اینجا بوی نمی تخانه نمی آمد و از تیرزه خردککش شبها ستاره ها نمایان می شدن. ملکه در دست کارت خانم نگاره را می داشت و به رقمهای روی آن نگاه می کرد. دلش مثل گنجش که در قفس مانده می تپید. آیا من واقعا آماده ام؟ از خود می پرسد او. اگر رد کنید چی؟ اگر مرا باز تحقیر کنند چی؟ اما بعد به امید جان نگاه کرد که در بالای کرپچه خزیده کوشش میکرد اولین قدمهای خود را گذارد. برای آینده او ملکه باید تمام ترسهایش را میکشت. وی به تلفن کوچه برآمد و رقمها را چید. پس از چند صدای دراز، آوازی ملایم و جدی زن شنیده شد. سلام، خانم نگاره. من ملکه هستم. دوزنده از تخانه سیده خاله. در آن طرف خط لحظه خاموشی حکم فرما شد. ملکه نفسش را درون کشید. اوه، ملکه! آواز نگاره گرم شد. من منتظر زنگ تو بودم. آن کرته‌ای که برایم دوختی در جشن همه را مفتون کرد. حتی طراحان مشهور شهر پرسیدند که این هنری کیست. فردا ساعت 10 به دفتر کاری من بیا. ما باید صحبت کنیم. روز دیگر ملکه بهترین کرته خود را که با نزاکت خاص دوخته بود پوشید. امید جان را به سیده خاله سپرد و به سوی مرکز شهر روان شد. دفتر کاری نگاره در یکی از بیناهای با حشمت جایگیر بود. دروازه‌های شیشگی، آدمان زیبا با لباسهای قیمت‌بها و بوی عطرهای فرانسوی، این جهانی بود که ملکه تنها در خواب می‌دید. وقتی وارد شد، نگاره او را با تبسم استقبال گرفت. ملکه، من می‌خواهم به تو یک پیشنهاد کنم. من برند شخصی لباسهای خود را می‌کشایم. به من کسی لازم است که نه تنها بدوزد، بلکه روح متاع را حس کند. من می‌خواهم تو طراح اساسی من باشی. ملکه کرخت شد. طراح اساسی؟ او که همگی 1 سال پیش در لای بازار عرابه می‌کشید؟ اما خانم نگاره، من معلومات مخصوص ندارم، پیچی راست زد او.
معلومات را در دانشگاه میگیرند ولی استعداد را خدا میدهد. نگاره به نزد ترزا رفت. تو چیزی نادری داری. تو درد و علم را به زیبایی تبدیل میدهی. این چیزی است که هیچ دانشگاه یاد نمیدهد. من به تو معاش بلند، خانه علاهیده و امکانیت ساختن کلکسیه شخصیت را میدهم. پس از 3 ماهی کاری شبانه روزی، روزی نمایش اولین کلکسیه ملیکه فرا رسید. تمام اشرافزادگان شهر، خبرنگاران و طراحان جمع آمده بودند. ملیکه در پس پرده ایستاده ملرزید. وقتی که مدل‌ها با لباس‌های دوخته او به صحنه برآمدند، تالار خاموش شد. این لباس‌ها آمیزش تاریخ کهن تاجیک و مودی زمانوی بودند. رنگ‌های درخشان، گلدوزی‌های نازک و طرح‌های جسورانه همه را مفتون کردند. در آخر نگاره ملیکه را به صحنه دعوت کرد. وقتی که زنی جوان و زیبای با نگاهی پر از غرور و ملاین به صحنه برآمد، تالار با قرص‌های پرموج کفید. آدمان از جای خیستند. ملیکه به نورهای پروژکتور نگاه کرد. درخش آنها چشمانش را خیره می‌کرد، ولی در ذهنش یک لحظه سیمای بیبی خاله و بختیار پیدا شد. وی فکر کرد: آیا شما حالا مرا می‌بینید؟ آیا می‌بینید که آن دزد و عرابکش امروز در کجاست؟ پس از نمایش 10 نفر می‌خواستند با او عکس گیرند و مصاحبه کنند. ملیکه مشهور شد. نام او در مجله‌ها پیدا شد. وی اکنون صاحب پولی زیاد، خانه‌ای با حشمت و احترام بود. اما شب وقتی که او به خانه نوش برگشت و امید جان خواب را به آغوش گرفت، دلش باز درد کرد. شهرت و پول زخمهای قلبش رو شفا نداده بودند. نفرتی که نسبت به گذشته داشت هنوز مثل آتشی زیر خاکستر می سوخت. ما حالا در اول راهم پسرم، گفت او، در حالی که به شهری زیر پایش نگاه می کرد. این پولها و این شهرت تنها سلاح منند. روزی می رسد که من با این سلاح به دیه بر می گردم. نه برای آن که باز کلین آنها باشم، بلکه برای آن که با آنها نشان دهم که کی بودن مرا نفهمیدند. ملیکه شراب را در قدحش چرخ زد و به ترزا نگاه کرد. وی اکنون دیگر ملیکه جفا کشیده نبود. وی ملیکه صاحبکار، ملیکه طراح و ملیکه قصدگیر بود. 5 سال مثل پرواز تیر گذشت. شهر کلان که روز ملیکه را با سرما و بیگانگی استقبال گرفته بود، اکنون در زیر پای او بود. ملیکه دیگر آن زنی ترسانچه که نبود که روی مالش را تا ابروانش پایان می‌کشید. اکنون او رهبر یکی از کلانترین کارخانه‌های مود و طراحی در کشور بود. نام او ملیکه شرق، برندی مشهوری گشته بود که لباسهایش را زنان منصبدار و ستاره‌ها به بر می‌کردند. اما در پس این همه جلا و شهرت، ملیکه یک زن تنها و مادر فداکار باقی ماند. امید جان اکنون 6 ساله شده بود. وی پسرکی با عقل، جدی و با ملاحظه به وی رسیده بود. برعکس پدرش در چشمان او جرأت و قطعیت هویدا بود. و می‌دانست که مادرش برای او چقدر زحمت کشیده است. مادر جان، چرا شما هیچگاه از پدرم غم نمی‌زنید؟ پرسید امید جان یک صبح وقتی که ملیکه او را برای مکتب خصوصی آماده می‌کرد. دست ملیکه که گالستوک پسرش را می‌بست یک لحظه شخ شد. نفسش در گلو پیچید. سایه گذشته که او کوشش می‌کرد در قعر دلش گور کند، باز رو زد. پسرم، گفت ملیکه با آواز آرام ولی لرزان. پدر تو در گذشته ماند. ما آینده داریم. مهم آن است که ما یکدیگر را داریم. وی پسرش را با آغوش گرفت. بوی کودکی امید جان یگانه عطری بود که درد دل او را تسکین می‌بخشید. خودی همان روز وقتی که ملیکه در دفتر کاری با حشمتش نشسته نقشه‌های نوی تجارتی را بررسی می‌کرد، کاتبه‌اش وارد شد. خانم ملیکه، یک مرد از دهه شما آمده است. میگوید که شما را از کودکی میشناسد و خبری مهمی دارد. قلب ملیکه سخت تپید. راه دهید، گفت او کوتاه. این مرد سعید همان همسایه‌ای بود که روز عرابه اش را به ملیکه اجاره داده بود. وقتی سعید وارد دفتری منقش و پرنور شد، کلپکش را از سر گرفت و با حیرت به اطراف نگاه کرد.
او باورش نمی آمد که این زنی با حشمت همان کلین عرابکش است. سلام ملکه خانم، گفت او با احترام. مرا شناختید؟ می شناسم سیدکا، بنشینید. چه خبر از دهه؟ سعید آه کشید و سرش را خم کرد. خبرها خوب نیستند. بختیار پس از رفتن شما دیگر روز خوش ندید. به قماربازی و میخارگی داده شد. خانه و جایش را قریب از دست داده است. بیبی خاله باشد؟ سعید مکث کرد. وی سخت بیمار است. فلج شده است. کسی نیست که به او یک قطره آب دهد. بختیار به او نگاه نمی کند. کلینهای دیگرش باشد از ظلم او بیزار شده همه رفتند. خانه با حشمت آنها اکنون به خرابزار تبدیل یافته است. ملکه خاموش ماند. در درون او یک جنگی بزرگ آغاز شد. یک قسمی وجودش می گفت این جزای خداست. بیگذار بیسوزند، بیگذار عذاب کشند، چنانی که من عذاب کشیدم. اما قسمی دیگرش، آن ملکه رحمدل که هنوز زنده بود، به درد یک زنی پیر و ناتوان می سوخت. چرا این را به من می گوید؟ پرسید ملکه با آهنگی سرد. زیرا بیبیرزاله در لحظه های بیداریش تنها نام شما را می گیرد. جواب داد سعید. وی می گوید که ملکه را یابید. من باید از او بخشش پرسم وگرنه جانم براحت نمی براید. وقتی سعید رفت ملکه تنها ماند. وی به تیره‌زن نگاه کرد. شهر با چراغ‌های رنگش می درخشید. ولی در چشمان او تنها همان حوله لایالود و دروازه بسته شده نمایان بود. شب ملکه نتوانست خواب کند. وی به آینه نگاه کرد. زنجیر طلایی که در گردنش بود برایش وزنین می نمود. وی فهمید که تا با گذشته اش روبرو نشود هیچگاه کاملا آزاد نخواهد بود. شهرت و پول تنها نقابند اگر زخم دل هنوز خون کند. وی تلفنی نگاره را گرفت. نگار خانم، من باید یک مدت به دهه روم. به دهه؟ برای چی؟ حیران شد نگاره. تو را آنجا چی انتظار است؟ انتقام یا بخشش؟ جواب داد ملکه. من هنوز نمیدانم، ولی من باید همچون ملکه برگردم، نه همچون عروبکش. وی با حجره امید جان درآمد. پسرش آرام خواب بود. تیار شو پسرم، پیچی را زد او. ما به وطن خود برمیگردیم. وقتی آن رسیده است که دنیا بداند نور همیشه بر ظلمت غالب می آید. صبح روزی دیگر در شهر با باران میده بهاری آغاز شد. ولی این بار باران برای ملکه نه نشانی بدبختی بلکه رمزی پاکشوی بود. وی در نزد ترزه کلان آفیس خود ایستاده به جریان ماشین ها نگاه میکرد. در دستش کلید ماشینی نوش بود، یک رمزی دیگری آزادی. خانم ملکه، همه چیز آماده است، گفت راننده و محافظ شخصی او، جمشید، که مرد قد بلند و جدی بود. 3 ماشین سیاه تمغه لندکروزر منتظر شمایند. کارمندار کارخانه نیز تحفه ها و کمک های خیریوی را که فرمایش داده بودید بار کردند. ملکه با سر جنبوند. وی نمیخواست همچون یک زنی عادی برگردد و نه همچون یک نفر مغرور. وی میخواست همچون ملکه برگردد، زنی که تقدیر را خودش ساخت. ملکه به نزد آینه رفت. وی امروز لباسی را پوشیده بود که خودش طرح‌ریزی کرده بود. کاستیوم شیکی سیاه با گلدوزی‌های نقره‌گین دستی در گریبان، مویهایش را با نظم خاص جمع کرده، عینکی سیاه گرانبهایش را به چشم زد. در گردنش همان زنجیر طلایی درخشید که با پول اولین کارش خریده بود. مادر جان، ما به کجا می رویم؟ امید جان با هیجان پرسید. وی کاستیوم کودکانه زیبا در بر داشت و خیلی مانند به شاهزاده های خردسال بود. ما به خانه بابایت می رویم پسرم، جواب داد ملکه و دست بر روی ملایم او کشید. به جایی که تو به دنیا اومدی. نترس، اکنون هیچ کس جرأت نمی کند که به ما آسیب رساند. کاروان ماشین ها از کوچه های شهر برآمده به سوی دهه روان شد. هر قدر که ماشین ها به دهه نزدیک می شدند، دل ملکه سخت‌تر می زد. وی راههایی را می گذشت که روز در آنها با عرابه بار می کشید. وی ایستگاهی کهنه‌ای را دید که شب فرارش در آنجا پناه برده بود. اکنون آن ایستگاه خرد و ناچیز به نظر می رسید.
صدای محرک پر اقتدار ماشین در داخل سالن قریب شنیده نمیشد، ولی در بیرون این صدا دقت همه را جلب میکرد. ملکه تیرزه را کم پایان کرد. بوی خاک و علف تر شده ده به دماغش زد. این همان بوی بود، ولی احساس ملکه دیگر بود. وقتی که 3 ماشین سیاه با چراغ‌های فروزان وارد کوچه مرکزی ده شدند، مردم از کار مانده با حیرت نگاه می‌کردند. در دهه خورد چنین کاروان ماشین‌ها کم دیده می‌شد. کودکان از پس ماشین‌ها می‌دویدند. پیرانسالان در لب جویبار نشسته دست به پیشانه می‌بردند تا ببینند که این مهمان عالی کیست. ماشین‌ها محض در نزدیک دروازه کهنه بیبی خاله ایستادند. آن دروازه‌ای که روز بروی ملکه با نفرت بسته شده بود، اکنون رنگش پریده، زنگ زده و کج شده بود. دیوارهای حوله‌ای با حشمت نورافته و خرابزار می‌نمودند. جمشید از ماشین فرامد و دری ماشین ملکه را گشود. ملکه با آهستگی و غرور از ماشین پایان شد. پایافزال‌های پاشنه بلند او در روی خاک ده صدای تق تق می‌برآوردند. وی عینکش را گرفت و به خانه‌ای که جوانیش را در آنجا گم کرده بود نگاه کرد. در نزدیک دروازه بختیار می ایستاد. وی چنان تغییر یافته بود که ملکه او را قریب نشناخت. رویش ورم کرده، لباسهایش افلاس و نگاهش بی‌معنی بود. او با ترس و حیرت به این زن زیبا و ماشین‌های پسی او نگاه می‌کرد. کیستی تو؟ با آواز خیری پرسید بختیار. ملکه یک قدم نزدیک شد. لبخندی که در لبهایش بود نه از شادی بلکه از درد بود. مرا نشناختی بختیار؟ آرام گفت او. من همان عرابکش هستم، همان دزدی که شب بارانی از این دروازه پیشش کردید. بختیار مثل آن که برق زده باشد تکان خورد. کاسه دستش به زمین افتاد و شکست. ملکه! پیچ راست زد او. این امکان ندارد. در این لحظه امید جان از ماشین فرآمد و در پهلوی مادرش ایستاد. بختیار به کودک نگاه کرد و در چهره او خود را دید، ولی خود سالم، زیبا و با غرورش را. این پسر من است. آواز بختیار لرزید. این پسری من است. جواب داد ملکه با قطعیت. تو 5 سال پیش از او دست کشیده بودی. ما نه برای تو بلکه برای مادرت آمده ایم. شنیدم که حالش بد است. ملکه به آن که به بختیار امکانی گپ زدن دهد از پهلوی او گذشته وارد حولی شد. حولی که روزی بوی طعام‌های گرانبها میداد، اکنون بوی تنهایی و فقر میداد. اینجا انتقام واقعی ملکه بود، نه با زدن یا دشنام دادن، بلکه با نشان دادن آنکه وی بدون آنها به چه قله ها رسیده و آنها بدون وی به چه حال افتادند. ملکه با قدم‌های استوار از دالانی تاریک و چرکین خانه می‌گذشت. هر یک وجب زمین این خانه برایش خاطره دردناک را زنده می‌کرد. در همین جا او را حقارت کرده بودند. در همین جا او در میان لای غلطیده بود. اما امروز وی دیگر آن کلینچکی بے پناه نبود. وی در حجره خواب بیبی خاله را باز کرد. در داخل حجره بوی غلیظ دارو، نمی دیوارها و تنهایی حکم فرما بود. در بالای کت کهنه زن خوابیده بود که روز از سالیش دهه می لرزید. اکنون بیبی خاله تنها یک مشتی استخوان بود که در زیر کرپه چرکین می لرزید. نمی رویش کج شده، چشمانش خیره گشته بودند. وقتی که ملکه به نزد کت آمد، بیبی خاله با دشواری سرش را گرداند. وقتی چشمش به این زنی با حشمت و زیبا افتاد، در چشمان خیره اش اول ترس و بعد حیرت پیدا شد. کیستی؟ با آواز خیری و نافهمان پیچی راست زد و من ملکه هستم. آرام جواب داد ملکه. همان کلینی که گفته بودی در زیر باران ایست تا هوشت به جایش آید. همان دزدی که از خانه پیش کردی. بیبی خاله گویا باری اول پس از سالها هوشیار شد. دست لرزانش را به سوی ملکه دراز کرد، ولی مداری رسیدن نداشت. اشک از گوشه چشمان کج شده اش جاری شد. ملکه نالید او. آمدی، برای جان من آمدی. مرا بکش، ولی این عذاب را تمام کن. من خطا کردم. آن گوشوارها، من آنها را خودم پنهان کرده بودم تا تو را پیش کنم. خدا مرا زد کلین، خدا مرا سخت زد.
ملکه به این زنی ناتوان نگاه کرد. در دلش نفرت جست. ولی با دیدن این حال زبون، نفرت جایش را به یک رحم تلخ داد. این زنی که روز خود را خدای این خانه می‌دانست، اکنون در نجاست خود غرق بود و کسی نداشت که حتی رویش را پاک کند. من برای کشتن تو نآمدم، گفت ملکه و به عقب گشته امید جان رو به حجره فریاد کرد. من آمدم که به تو نشان دهم آن کودکی که تو کثافت میگفتی امروز کی شد؟ امید جان در کنار مادرش ایستاد. وی با حیرت به این کمپیری بیمار نگاه میکرد. این پسر من است، امید جان. وی الکی 3 زبان را میداند و در بهترین مکتب میخواند. وی هیچگاه مثل پدرش ترسانچک و مثل تو بیرحم نخواهد شد. بیبی خولا به کودک نگاه کرد و آه کشید که گویا تمام درد دنیا در آن بود. بخشش، پیچی راست زد او. مرا ببخش. ملکه به بیرون برآمد که در آنجا بختیار در کنج دیوار مثل یک گدا ایستاده بود. جمشید و محافظان دیگر الکی قوطی‌های غذا و داروها را از ماشین فراورده بودند. گوش کن، بختیار. ملکه به نزد شوهر سابقه اش آمد. من به تو پول می دهم. برای این خانه خدمتگار می گیرم. تو مادرت را نگاه و بین کند و تو را از گرسنگی نجات دهد. نه برای آنکه تو را دوست دارم یا بخشیده ام. نه. وی عینکش را دوباره به چشم زد. من این کار را می کنم تو هر روز وقتی که نان خریده مرا می خوری و در خانه با پول من تعمیر شده می خوابی یاد کنی. تو چگونه زنی را از دست دادی؟ تو با زن خود نجنگیدی، تو با تقدیر خود جنگیدی و باختی. بختیار سرش را خم کرد و به گریستن سر کرد. این گریه مردی شکسته بود که دیگر هیچ چیز برای گفتن نداشت. ملکه به ماشین نشست. کاروان ماشین ها آهسته از کوچه لایالود دهه برآمد. وی از تیریزه به قفا نگاه کرد. دهه خرد و غمگین در پس تومان چنگ گم می شد. مادر جان، چرا شما به آنها کمک کردید؟ پرسید امید جان. مگر آنها به شما بدی نکرده بودند؟ ملکه تبسم محزینی کرد. پسرم، انتقام حقیقی در آن نیست که تو مثل دشمنت بیرحم شوی. انتقام حقیقی در آن است که تو آنقدر بلند شوی که دشمنت حتی با سر بلند به تو نگاه کردن نتواند. ما صحیفه گذشته را بستیم. اکنون ما تنها به پیش می رویم. ماشین به شاهراه کلان برآمد. آفتاب از پس ابرها بیرون شد و راه طولانی را روشن کرد. ملکه عربکش دیگر نبود. تنها ملکه، زنی که از لای گل ساخت و از درد ایمپریا. این داستانی ملکه بود. از چرخهای غیجی‌راسی عربه بازار تا چرخهای ملایم ماشین‌های با حشمت. داستانی زنی که ثابت کرد هیچ ظلم ابدی نیست و هیچ صبری به نتیجه نمیماند.